زن در زمان امام مالک رحمت الله علیه از دنیا میگذرد. یک زن را برای شستن این معید میارند. وقتی که آن زن داخل خانه می شود، لباسهای این معید را از تن به در می کند. وقتی حالت زنانه این زن را می بیند، می گوید ای زن، تو اینقدر زیناکار بودی. چندین مردها قدی ممکن زینا کردی. میگه همون لحظه دست این زن به معید می چسبد. گمانی بد، تهمت. میگه تمام پروفسور و عالما را جمع میکنند. عالما میگوید یگانه راه این است که دست این زن را میبرید. پروفسورها میگویند چه خیلی دست انسان زنده را میبرید. باز میگویند یا تنه این مرده را میبرید. میگوید چه خیلی تنه مرده را میبریم که او از دنیا گذشته است، او مردگی است، چه خیلی تنه او را میبریم. یگام راهی نمییابند، به نزد امام مالک رحمت الله علیه میروند. میگویند ای شخص بزرگ، یک زن از دنیا گذشته است، یک زن دیگر در وقت شستن دستش بر همان چسبیده است. یگانه راه در دست تو است، چون که در این زمان از تو عالمتر کسی نیست. امام مالک رحمت الله علیه به نزد این معید می آید. به این زن نگاه میکند، میگوید ای زن، آیا این زن را بار تهمت کرده استی؟ این زن میگوید بله، خود حاضر من این زن را گفتم که تو در دنیا زیناکار بودی. امام مالک رحمت الله علیه میگوید یگانه راه این است که 80 دره این زن را میزنید. میگه 79 تا دره زدند، دست از بدن جدا نشد. وقتی 80 زدند، میگه همون دست از معید جدا شد. های برادر و خواهر، تهمت میزنی برای برادر خواهرت؟ نمیدانی که تهمت از زنا بدتر است؟ زمان امام حسین، امام حسن جان بود. در یک جا جوانها جمع آمدند. یکی از این جوانها در حق نبیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم امام حسین غیبت کرده ایستاده است و تهمت زده ایستاده است. دیگری از این جوانها خبر می آورد به امام حسین جان، میگوید ای امام حسین، در فلان جا یک جوان تو را غیبت کرده و تهمت زده ایستاده است. امام حسین جان چه کار کرد؟ یک طبق را پر از خرما گرفت و به نزد خانه این جوان آمد، در را زد. این جوان در را هوی کرد، دید که نبیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. گفت برای من فخر هست که نبیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل خانه من می شود. گفت بیا داخل شو. امام حسین جان گفت نه، میخواهم که این هدیه را از دست من بگیری، چون که آن هدیه تو بر من کرده، من نداشتم که از آن بزرگتر به تو هدیه کنم. فهمیدم که همه خیر صدقه کردگیت را، همه ثوابایت را بر من بخشیده ای و همه گناههای من را گرفته ای. این جوان در حیرت می افتد. امام حسین جان می گوید ای جوان خوب، من شنیدم که در فلان جا مرا غیبت کرده و تهمت زده ای. ببینید دوستان عزیز، میگه اگر شخصی را تهمت زدی و غیبت کردی، گناههای او را میگیری و ثوابهایت را به او میدهی. همین قدر میشنویم، همین قدر ما میدونیم، باز تهمت میزنیم، باز دشنام میدیم، باز غیبت میکنیم. برادرم، این دنیا گذران است. کاری کن که برای جان خودت باشد. هر کاری میکنی برای فایده خود است. وای بر آن شخصی که یک برادر و خواهر خود را تهمت میزند. تهمت نزنید. قرآن میخوانیم، نماز میگذاریم، خیر و صدقه میکنیم،
باز برای یک برادر یک خواهر ما تهمت میکنیم؟ این نماز و این روزه و این خیر و صدقات و این قرآن خوانی ما ذره به ما فایده ندارد. خدا خود میگه من گناه همان بنده ای رو میبخشم که بین خودم و خودش باشد. بین بنده و بنده باشه من او را نمیبخشم تا همون زمانی که همان بنده نبخشد. بین خودش و بنده چیست؟ نماز قضا میکنی، یکم دروغ میگی، توبه کن الله این نمیبخشد. بین بنده و بنده چی است؟ حق کسی را خوردن، کسی را تهمت کردن، این را الله نمیبخشد تا همون شخصیت نبخشد. زمان شده است که از روی فریب و تهمت کار خود را پیش برده ایستادند. در حق ما هم بسیار تهمت ها زده ایستادند. اونها بیخبر هستند. مبادا اگر ما از این دنیا گذشته باشیم و همان تهمت اونها را ما نبخشیده باشیم، خداوند او را نمیبخشد. اگر سرتابا همه نمازخوان باشد، ثواب باشد، یک برادر خود را تهمت کرده که باشی، در میانه میمانی، داخل بهشت نمیروی. تهمت نزن هیچگاه. اگر یک برادر خود تهمت میکنی، گویا که گوشت بدن همون تو خورده ایستاده ای. امروزها در بازارها بسیاری از سوداگران به راه دروغ کار خود را پیش میبرند. یک لباس رو میگیرند، میگویند که ما این خودمان 200 سومون خریده هستیم، در 200 سومون داده نمیتوانیم، 250 سومون نمیتونیم. اگر تو همون 200 سومون نخریده باشی، از همون 200 یک سوم بالا اگر گرفته باشی، انا همونش برای تو حرام است. انا همون سوم برای تو حرام است. دروغ نگو، حلال کار کن. یک سومون خریده باشی، بگو من برادر همین یک سومون خریدم، نه که من 300 سومون میفروشمش. انا همین خیلی گوی. نه اون خفه میشود، خواهد میگیرد، نه خواهد نمیگیرد. تو اگر در راه راست باشی، الله رزق تو را میتید. هیچ کس رزق کسی را خوردن نمیتواند. اگر یک تا شما سوداگر باشید، در یک کنج بازار شده باشید، اگر رزق تو را الله داده باشد، از همین لو تا همون لو میروند، از همون تو میگیرند. همیشه احتیاط کنین دوستانم. خداوند به ما عقل داد که این عقل را در راه راست صرف کنیم، از روی عقلمان کار کنیم. چرا به حیوانها عقل ندادک؟ اگر اونها عقل می داشتن، از ما و تو بهتر بدن. درباره تهمت بسیاری حدیث ها هست و انشاءالله که عمرمان باشد باز آن حدیث ها را بهرتان پیشنهاد خواهیم کرد که تهمت تا کدام درجه است. حاضر مردم از زنا کردن می ترسند، بعضیش از تهمت نمی ترسند که تهمت از زنا تا وزنین تر است. تهمت از زنا وزنین است. تو زنا کرده باشی، اگر توبه که الله تو را می بخشد. تهمت کرده باشی نمی بخشد. اگر تو همون جوانی را که تهمت کرده باشی، تا همون شخصیت نبخشد، خدا تو را نمی بخشد. یک جوان در راه رفته ایستاده بود. یک فرشته به صورت انسان سر راه آن برآمد. گفته جوان خوب کجا می روی؟ گفت به دیدار یک برادرم می روم. این فرشته به این گفت چیزی به آن می بری یا که چیزی از آن می گیری؟ با چه مشکلی نزد آن می روی یا با او کار داری؟ گفت به الله قسم نه، من او را به خاطر الله دوست می دارم، از همین سبب به دیدار او می روم. شخصی که برادر خود را به خاطر الله دوست داشت، فراموش نکردین که الله مهربان آن را همان گونه دوست می دارد. در حدیث قدسی می فرماید الله مهربان میگه اگر شخصی که به خاطر من همدیگر را دوست داشت، محبت من برای آنها است، داند که من هم همان گونه آن را دوست می دارم. محبت من بالای آن شخصی هست که به خاطر من یک جا با برادر خود نشسته و صحبت می کنند. بینید دوستان عزیز، همدیگر را دوست داشتن، الله ما را همان گونه که همدیگر را دوست می داریم، همان گونه ما را دوست می دارد. در حدیث دیگر می فرماید
اگر شخصی که به خاطر الله همدیگر را دوست داشت، روز قیامت الله اجازت می‌دهد که همدیگر را شفاعت کند. یعنی که می‌بینیم از شما یکی از شما جنت می‌دارین، در یاد شما اگر ما برسیم میگوید که همین برادری من است، من اون را دوست می‌دارم، خدایا او را از دوزخ نجات بده. ان شاء الله الله ما را نجات خواهد داد. یعنی که اگر ما هم که باشیم شما را که دوست بداریم، ان شاء الله که شفاعت همدیگر به همدیگر میرسد. حتما دوستان عزیز با ما باشین و ما را دستگیری کنین. ما همه زحمت و کوششمان بهر تمام مخلصان خود، بهر تمام مردم مسلمان خود است. حتما با ما باشید.